امروز میخوام 12 تا از خفن ترین اختراعات ایرانی ها رو بهتون بگم، اختراعاتی که تا حالا فکر نمی کنم شنیده باشین. بریم با هم ببینیم یکی یکی. آیا تا حالا شده که به این فکر کنی که هزاران سال پیش، چندین هزار سال پیش، وقتی نه کامپیوتری وجود داشت، نه تکنولوژی وجود داشت، نه برقی وجود داشت، آدم ها چجوری زندگی میکردن؟ میخوام بهتون اختراعات خفن ایرانی ها رو بهتون نشون بدم که واقعا انگوش به دهان بمونید. بریم با هم ببینیم چه خبر. اول از همه میخوام بریم سراغ قدیمی ترین انیمیشن دنیا. بله، شاید باورتون نشه، ولی قدیمی ترین انیمیشن دنیا تو ایران پیدا شده. تقریبا 5200 سال پیش یه نفر روی جام سفالی چند تا عکس پشت سر هم از یه بز کشیده بوده. وقتی این جام رو شروع میکنی به چرخوندن، بزه شروع میکنی به حرکت کردن و پریدن سمت یه درخت. یعنی یه جورایی هزاران سال قبل از دیزنی و پیکسار و نمیدونم اینجور چیزا ایده ساخت تصویر متحرک وجود داشته و دست ما ایرانی‌ها بوده. حالا بریم سراغ یه چیز خفن‌تر. یک خطکش 5000 ساله‌ای که پیدا شده توی ایران. توی شهر سوخته یه خطکش پیدا شده که با دقت خیلی بالایی ساخته شده بوده. این نشون میده که مردم اون زمان فقط یه مش آدم معمولی نبودن که خونه‌های گلی بسازن، بلکه برای اندازه‌گیری و مهندسی هم سیستم داشتن واسه خودشون. یعنی چی؟ یعنی وقتی می‌خواستن خونه بسازن همینجوری واسه خودشون خشت و گل و اینا نمی‌ساختن، و از قبل واسه خودشون مثل الان قشنگ مهندسی می‌کردن، سیستم داشتن واسه خودشون، حساب کتاب می‌کردن که آقا اینقدر ارتفاع، اینقدر فلان، اینقدر بهمان. همچین چیز خفنی بودیم ما. شماره 3 رو میخوام بهتون بگم، شاید باورتون نشه. اولین جراحی مغز توی دنیا دست ما ایرانیا بوده. خدایا به کی اینا رو بگم؟ ما ایرانیا چی بودیم، چی هستیم، چقدر ما خوبیم. باستانشناس ها روی جمجمه مغز یه دختر نوجوان آثار جراحی پیدا کردن. یعنی جالبتر اینه که نشونه ها میگه این آدم بعد از عمل مدتی هم زنده مونده بوده. فقط فکرشو بکن، وقتی مثلا تقریبا 5000 سال پیش یه نفر روی مغز انسان جراحی انجام داده و بعدش هم زنده مونده بوده طبق تحقیقات. یعنی چی؟ یعنی اصلا یعنی هاشا و کلا، یعنی بره واسه خودت. مغزو که گفتیم، حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم. اولین چشم مصنوعی دنیا، این هم دست ما ایرانی هاست و ساخته ما ایرانی هاست. توی شهر سوخته قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان پیدا شده. از مواد طبیعی ساخته شده بوده و روی صورت یه زن گذاشته شده بوده. واقعا عجیبه که آدما هزاران سال پیش به فکر جایگزین کردن و عوض کردن اعضای بدنشون افتاده بودن، اونم فقط و فقط توی کشور خودمون. یعنی ما پارس ها، ما ایرانی ها این همه صحبت کردیم، یعنی از تخت جمشید میشه حرف نزد. بریم با هم ببینیم تخت جمشید چی داره برامون. مهندسا هنوز هم از دقت ساخت سنگ‌ها تعجب میکنن توی تخت جمشید. بعضی از روش‌های اتصال و طراحی باعث شده که این سازه بعد از هزاران سال هنوز پابرجا بمونه. بزنم به تخته. البته این به معنی ضد زلزله بودن نیست کاملا، یعنی بخوای بگی ضد زلزله است، ولی قطعا برای خودش شاهکار مهندسی بوده. حالا فکر کن وسط کویر زندگی میکنی، هوا 50 درجه، 60 درجه، 70 درجه بالای صفره، ولی یخ داری. چجوری؟ ایرانی‌ها روش‌هایی داشتن که یخ رو ماه‌ها نگه می‌داشتن. ترکیبی از معماری، سایه، جریان هوا و طراحی هوشمند. بدون برق، بدون موتور، بدون هیچ تکنولوژی مدرن. همونجوری که توی تصویر میبینید با این معماری میتونستن به این زیبایی یخ رو تولید کنن و یخ رو هم نگه دارن. این یکی دیگه خیلی خفنه. این یکی دیگه واقعا جالبه. بعضی از کشفایی که انجام شده و اسناد هخامنشی که پیدا شده نشون میده مردم از سیستم‌های ثبت پرداخت و دریافت استفاده میکردن. یعنی یه جورایی شبیه نسخه اولیه سیستم مالی امروزی. نه کارت بانکی بوده، نه اپلیکیشنی بودی.
نه اپلیکیشنی بوده، ولی برای اون زمان خیلی پیشرفته محسوب می شده. مورد بعدی اولین جاسوس توی دنیا بوده که بهش میگفتن چشم پادشاه. حالا یه سیستم اطلاعاتی عجیب، بهش میگفتن چشم و گوش شاه. یه گروه از افراد دائما وضعیت شهرها و فرماندارها رو گزارش میکردن. یه جورایی میشه گفت هزاران سال پیش یه سیستم نظارتی گسترده‌ای وجود داشت. یعنی یه سری آدم‌هایی بودن که با لباس‌های شخصی، حالا به زبان عامیانه خودمون بخوایم صحبت کنیم، به یه سری جای اداره‌های نظارتی و یه سری اداره‌ها میرفتن و سر می‌زدن به کسایی که به وزیر وزرایی که ببینن چه جوری دارن کار میکنن. اگه دیدن خوب کار نمیکنن خیلی سریع برن به پادشاه خبر بدن. حتی ایرانی‌ها اولین کسایی بودن که فهمیدن چه جوری میشه سیستم ایر کاندیشنینگ یا سیستم تهویه و خنک کننده توی منزل‌ها رو اختراع کردن و اولین نفرها بودن که کشف کردن چه جوری میشه توی خونه‌ها رو خنک کرد. ایرانی‌ها یاد گرفته بودن چطوری بدون کولر خونه‌ها رو خنک کنن، فقط با جهت باد، ارتفاع ساختمون، سایه و جریان هوا. یه جور معماری هوشمند که امروز هم مهندسا ازش الهام میگیرن. یه پروژه خیلی بزرگ هم وجود داشت. یعنی اون زمانا اگه بخوایم مثلا مقایسه کنیم با الان، از اون پروژه‌های میلیون دلاری، بیلیون دلاری میتونست حساب بشه. پروژه‌ای که کانالی که نیل رو به دریای سرخ وصل می‌کرد. داریوش بزرگ در تکمیل و توسعه اون نقش بسیار مهمی داشت. یه پروژه عظیم که بعدها اعلام بخش کانال‌های بزرگتری شد. حالا میرسیم به یکی از داستان‌های مرموز که هنوز 100% نشده. اونم به اسم باتری بغداد هستش. یه ظرف باستانی پیدا شده که بعضیا میگن شاید یه جورایی باتری اولیه بوده، ولی هنوز هیچکس 100% مطمئن نیست. برای همین این یکی از رازهای حل نشده باستان شناسیه. و برای آخرین موردمون، اولین بازی روی میز اختراع شده توسط ایرانی ها. یه صفحه بازی با مهره هایی که نشون میده انسان ها از هزاران سال پیش دنبال سرگرمی، رقابت و بازی بودن. خیلی جالبه که بعضی چیزها اصلا تغییر نکردن، اما ما هنوز هم همون کارو انجام میدیم. فقط به جای مهره‌های سنگی پشت مانیتور نشستیم و بازی میکنیم. راستش هرچی بیشتر نگاه میکنم به این مطالب یا مطالب دیگه که میبینیم تو اینترنت و میخونیم، به این نتیجه بیشتر میرسیم که برخلاف چیزی که خیلی‌ها تو اینترنت میگن، خیلی‌ها پشت ما ایرانی‌ها میگن، ایرانی‌ها همیشه فقط دنبال جنگ و کشورگشایی و این چیزا نبودن. همیشه دنبال توسعه بودن، همیشه دنبال پیشرفت بودن و همیشه دنبال صلح بودن. به افتخار ما ایرانی‌ها. عاشق همتونم. تا ویدیو دیگه، شب و روز بخیر. خداحافظ.